زمین به یکدیگر. ما راجع به اولیاء الدین و رهبران الهی تقدیس و تحسین میکنیم معمولا، اما خیلی چیزی نمی آموزیم که سبک زندگیمون رو با آموزش های اونها تطبیق بدیم. الان در محضر حضرت رضا علیه السلام هستیم و بیشتر توجه به ساختمان و گنبد و ضریح و اینها بیشتره تا توجه به اینکه اینها چه گفتند و چگونه زیستند و چه از ما خواست. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که پیامبر فرمودند خانم زنان اهل بهشت و سرور زنان عالم است و همه به فاطمه زهرا عشق می‌ورزیم، اما چند کلمه از او میدانیم. اولین حدیث از فاطمه زهرا سلام الله علیها درباره بعد معنوی و رابطه ایشان با خداوند است که یه الگوی مهمی است پیش چشم ما. البته ما به این سقف پرواز نمیرسیم، ولی توجه بکنید که انسان تا کجا میتوانه رشد کنه و زن تا کجا میتوانه به خداوند نزدیک بشه که یه چنین تعبیری جمله‌ای از او صادر بشود. روایتی نقل شده که پیامبر فرمودن جبرئیل نازل شده و به فاطمه میگه که هر چه از خدا میخواهی بخواه، خداوند اجابت میکنه. اولا این مقام معنوی در حدی است که خداوند جبرئیل رو میفرسته به پیامبر که بگو فاطمه هر چه از خدا میخواهد بخواهد، مستجاب میشود. این یعنی بالاترین مقامات معنوی. ولی از این مهمتر پاسخ حضرت فاطمه است. ایشون به پدرشون پیامبر اکرم عرض کردند که شغلنی عن مسئلته لذت و خدمته لا حاجت لی غیر النظر الی وجهه الکریم. عجب جمله است، هیچ کسی نمیتونه این جمله رو به زبان بیاره. شما الان فرض کنید همین الان خداوند به پیامبرش میگه به شما که هر آرزویی داری بکن، هر چی میخوای بخواه، الان اجابت میشه. خب ما 100 مسئله به ذهنمون میاد. فاطمه چی جواب میده؟ فاطمه به پیامبر اکرم عرض میکنه که من تنها چیزی که از خدا میخواهم خود خداست، یعنی از خدا فقط خود خدا رو میخوام. خب حضرت فاطمه مشکلات زیاد دارن، خیلی چیزا میتونن بخوان، اما میفرمان که لذتی که از خدمت به خداوند میبرم مرا اونقدر در خود غرق کرده که فرصتی که بخوام چیز دیگری از خدا بخوام، دنیا از خدا بخواهم ندارم. من تمام ذهن و قلب من مشغول به خداونده. لا حاجت لی، هیچ نیازی من ندارم غیر النظر الی وجهه الکریم، بجز نظر به وجه الله. فقط از خداوند نظر به وجه الله میخوام مرا به خودش نزدیکتر کنه. یعنی هیچ چیز مادی از تو نمیخوام خداوند، فقط معنا و معنویت میخوام. اسألک الشوق الی لقائک، خدایا از تو میخوام مرا هر روز عاشقتر کنی از روز قبل برای دیدار خودت و ملاقات با تو. چنان که حضرت امیر سلام الله علیه در دعای کمیل خطاب به خداوند عرض میکنن که خدایا حتی اگر مرا به جهنم بیندازی فریاد خواهم زد که تو را دوست دارم و عاشق تو هستم، بر فرض که من بر عذاب تو صبر کنم و تحمل کنم، اما دوری تو را چطور تحمل کنم؟ امام سجاد علیه السلام فرزند سید الشهدا در دعای صحیفه سجادیه میفرمایند که خدایا تنها چیزی که چشم مرا و قلب مرا روشن میکند و به من آرامش میبخشد دیدن تو، لقاء الله، ملاقات با تو، نزدیک شدن هرچه بیشتر با تو و کسب رضایت توست. تنها بزرگترین آرزوی من اینه که عاشق تو باشم و تو عاشق من، که هر کاری میکنم فقط برای تو و به عشق تو باشه. این یک حدیث از حضرت فاطمه، این یک آموزش معنوی، آموزش اخلاص و رشد روح، قدرت بزرگ بودن، بزرگتر از همه جهان بودن و هیچ مطالبه مادی برای خود نداشتن، هیچ چیز نخواستن. این بزرگترین قدرت. ما ضعیفیم چون مدام مقاصد مادی داریم.
کسی که روح بزرگ داره ضعیف نیست و ضعف نشون نمیده، قوی است. دیگه فاطمه با این نگاه نه میترسه، نه مایوس میشه، نه افسرده میشه، نه خسته میشه. وقتی روح بزرگه شکست نمیخوره، تسلیم نمیشه. حدیث دوم از فاطمه زهرا در مورد مسائل اجتماعی و مبارزه با ظلم است. بعضی آدمای معنوی و اهل دعا هستن ولی دیگه مبارز نیستن، به جامعه کار ندارن، با ظلم درگیر نمیشن. میگن دین از سیاست جداست. ما دینی هستیم، سیاسی نیستیم. ما اهل عرفان هستیم. ما به مبارزه، به عدالت اجتماعی اینا کاری نداریم. اما فاطمه زهرا سلام الله علیها که در اوج عرفان و معنویته میفرماد که دینداری و معنویت با ظلم کردن یا ظلم پذیرفتن قابل جمع نیست. عرفان باید هم در حوزه زندگی شخصی دیده بشه، هم در حوزه زندگی اجتماعی. اونجا هم عرفان و معنویت باید دیده بشه. نمیتونی هم عارف باشی هم ترسو. اگر دیدید کسی گفت ما عارفیم، اهل معنا هستیم، اما به ظلم کاری نداریم، تسلیم میشیم در برابر استبداد و استعمار، بدانید که او عرفان قلابی است، او معنویت نیست. توحید را از عدالت نمیشه جدا کرد، نماز رو از زکات نمیشه جدا کرد. همه جا در قرآن نماز و زکات با هم آمده. نماز ارتباط با خداست، زکات ارتباط با خلق. اگر نماز بخوانی ولی زکات ندی، یعنی ثروتمندی ولی حق فقرا رو ندی، کمکشون نکنی، فرمودن نماز شما قبول نیست. اگر کسی بگه من سیاسیم، به عدالت کار دارم اما به خدا کار ندارم، به صلات و نماز کاری ندارم، او هم دروغگوست. کسانی که میگن خدا ولی با خلق خدا کاری ندارن، با حقوق مردم حساسیتی ندارند، اینا خدا رو نمیشناسند و حق الناس رو از حق الله جدا میکنن. اونایی هم که میگن ما به فکر خلقیم، با خدا کاری نداریم، اونها هم کلاهبردارند و به اسم خلق بعداً خودشون به خلق ظلم میکنن. هم توحید هم عدالت، این دوتا نباید از هم جدا بشن. حضرت فاطمه توضیح میدن که پیامبر اکرم چه کرد. رسالت پیامبر رو دارن در یک حدیثی توضیح میدن. حضرت فاطمه در یک حدیث رسالت پیامبر رو میخوان توضیح بدن. میفرمان پیامبر اکرم تو خلوت ننشست، تو غار حرا وقتی وحی شد متوقف نشد، بیرون آمد و پیام خداوند را به مردم رساند. آمد تو متن جامعه، با ملت ها، با مردم، با انسان سخن گفت. نگفت که من رابطه هم با خدا برقراره و دیگه به مردم کاری ندارم. بعد میفرمان که فبلغ الرساله، رسالت رو به مردم ابلاغ کرد، تفهیم کرد سخن خدا را، با مردم شفاف و دقیق گفت که مردم صدای خداوند رو بشنوند و منظور خداوند رو بفهمند. بعد حضرت فاطمه میفرمان قدم دوم صادعا بالنظاره، یعنی پیامبر اکرم نیامد مردم رو فریب بده، بگه هر طور زندگی کردین هممون بهشتیم، هممون خوبیم. نه، خطاها را و فسادها را به بشر یادآوری کرد، انذار و اخطار داد. گفت این سبک زندگی با شرک، با دروغ، با دخترکشی، با ربا، با ظلم، با فحشا جهنمیتون میکنه، نابودتون میکنه. یعنی پیامبر ترسوند که بشر رو از اشتباهات خودش. یعنی این کسایی که دینی رو یه جوری معرفی میکنن که تملق همه رو میگن، که عملا میگه آقا مشرک و موحد و فاسد و با تقوا و متقی و ظالم و عادل و همه مساوی هن، همه خوبن. نه، حضرت فاطمه فرمودن پیامبر اکرم تملق کسی رو نگفت، به مردم دروغ نگفت. مائلا عن مدرجة المشرکین، گفت این سبک زندگی شرک‌آمیزه و شما رو نابود میکنه، باید سبک زندگیتون رو اصلاح کنید. و فرمودن پیامبر داعیا الی سبیل ربه، مردم رو، بشریت رو صریح دعوت کرد به راه خداوند. گفت خدایی زیستن با دروغ گفتن، با کلاهبرداری، با فحشا و با ستم و بیعدالتی سازگار نیست. این سبک زندگی مشرکانه.
باید مسیرتون و سبک زندگیتون رو تغییر بدید. ایشون فرمودن که رسول الله درد دین و درد مردم داشت. مثل بعضیا نیست که بگن خب حالا ما متدینیم، تو هم فاسدی، اونم مشرکه، اینم ظالمه، همه با هم دوستیم، همه بی نداره. اینجوری حرف نزد. سکوت نکرد، تسامح نکرد، کتمان نکرد. داعیا الی سبیل ربه، پیامبر فریاد زد، دعوت کرد. منتها میفرمان حضرت زهرا میفرمان که رسول الله دعوت کرد اما درست سخن گفت. هر نوع دعوت کردنی درست نیست. دعوت کرد اما بالحکمه و الموعظه الحسنه، با دو روش دعوت کرد. حکمت سخن گفتن با عقل بشره، موعظه حسنه سخن گفتن با قلب بشره. یعنی پیامبر حضرت فاطمه میفرمان پیامبر هم با عقل بشر، با عقل مردم سخن گفت، هم قلب اونها رو مورد خطاب قرار داد، با وجدانشون سخن گفت. و الانم راه حل همینه. الان یه عده میگن آقا دعوت به راه خدا نکنیم، برای ما دردسر درست میشه، دشمن پیدا میشه. پیامبران لیبرال باشیم، چیزی نگیم حق چیه باطل چیه، بگیم مهم نیست اینا. این یک خطا. پیامبر حضرت فاطمه میگن پیامبر اینطور نبود. دسته دوم که حضرت زهرا اونا رو جواب میدن، کسانی میگن نه دعوت میکنیم، ما دعوت میکنیم به دین، منتها بدون حکمت. یعنی نه عقلانین، عاقلانه حرف نمیزنن، استدلال نمیکنن، با خرافات میخوان به دین دعوت کنن. حکمت نیست در کار، شعور نیست. یعنی پیامبر برای توحید و معاد، برای اخلاق و احکام استدلال داشت، حکیمانه حرف میزد، دقیق همه ابعاد رو میدید. این میشه حکمت. حکمت یعنی نوع سخن گفتن محکم و درست باشه، این میشه حکمت. یعنی دین بدون عقل و حکمت دین نیست. دین خرافات و ادعاهای بدون دلیل و غیر حکیمانه نیست. اما حضرت فاطمه میفرمان پیامبر اکرم فقط استدلال نکرد، استدلال خشک و منطقی فقط، بلکه با روح آدم‌ها، با قلبشون حرف زد. و موعظه یعنی دعوت به خودت برگرد، به خودت توجه کن، به فطرتت و به قلبت برگرد. و بعد فرمود موعظه حسنه، یعنی لطیف، مؤدبانه و درست صحبت کرد با مردم. یعنی پیامبر معلم بود اما معلم خشک نبود. موعظه حسنه یعنی شما میتونی موعظه سیئه هم داشته باشی. موعظه تقسیم میشه به حسنه و سیئه. موعظه محتواش خوبه اما روشش ممکنه سیئه باشه یا حسنه. موعظه سیئه یعنی موعظه بد، یعنی طوری است که شما کسی را به خدا و دین دعوت میکنی منتها حالش رو به هم بزنی، تحقیرش میکنی، اعصابش رو خورد میکنی، متنفرش میکنی. این میشه موعظه سیئه. ما گاهی کسانی رو موعظه و نصیحت میکنیم، حتی بچهای خودمون رو یا هر کسی رو، اما بعد از این موعظه و نصیحت او بیشتر متنفر میشه از ما و از حرفای ما. نصیحتی که طرف رو تحقیر کنه، عصبانی کنه، متنفر کنه، اینا موعظه حسنه نیست. فاطمه فرمود که رسول الله وقتی کسانی رو موعظه میکرد اونا عاشق پیامبر میشدن، نه اینکه از دست او متنفر بشن. بنابراین این هم روش دیگری برای سخن گفتن با مخاطب بشری. نکته دیگه این که فاطمه میفرماد که رسول الله نگفت که ما خدا میپرستیم شما هم بت میپرستید، بالاخره همه در حال پرستشیم. نه، یکسر الاصنام، بت شکنی کرد، با خرافات درگیر شد. و فرمودن رسول الله مثل بعضی از صوفیان و آخوندا و وعاظ سلاطین، آخوندهای درباری نبود که همینطور یه حرفای کلی خوب بگه بعدم بره. مردم خوب باشید، تقوا داشته باشید، حالا اگرم نشد. اینطوری نبود. فاطمه سلام الله علیها میفرماد که رسول الله ینکث الهام حتی انهزم الجمع. رسول الله با محبت بود، با منطق بود، اما سر گردنکشان و مستبدین و ستمگران رو به سنگ میکوبید. نگفت من فقط حرف میزنم و میرم،
گفت من حرف خدا رو میگم و بعد جهاد میکنم و پای این حرف میستم، با ستمگران در میفتم، خودم رو به خطر میندازم. حتی انهزم الجمع و ول الدبر. اونقدر پیامبر مقاومت کرد، سختی کشید، تحریم شد، محاصره شد، تهدید شد، سنگ زدن، دندانشو شکستن، فحشش میدادن. اونقدر مقاومت کرد پیامبر که دشمن را فراری داد و سپاه و تجهیزات و تشکل و حزب شیطان رو از هم پاشوند. مقاومت کرد. اگر کسی معنوی است باید محکم باشه و در برابر کفر و ظلم بیسته. تا پیامبر ایستاد تا دشمن رو شکست داد و اونها عقب نشینی کردن. بعد فرمودن که این طوری بود، مقاومت بود، سختی ها بود. حتی تفر اللیل عن صبحه، تا شب صبح شد، تاریکی تبدیل به روشنی شد. میفرمودن که همه انسان ها مساوی، برادر و خواهر و برابرن. ایشان میفرمودن رنگ پوستتون، سیاه پوستی، سرخ پوستی، سفید پوستی، نژادت، زبانت، سرزمینت، ثروتت، فقرت، اینها نباید انسان رو از انسان جدا کنه و بین انسان ها دشمنی ایجاد کنه. فرمودند ان الناس، همه مردم، همه بشریت بدون استثناء، من عهد آدم الی یومنا هذا، از خلقت اولیه آدم و حوا تا امروز و تا همیشه، مثل دانه های شانه هستن. این دندانه هاش مساوی، همه محترمن و احترامشون مساوی است. همه در برابر قانون باید مساوی باشن، همه حقوقشون مساوی است. لا فضل للعربی علی العجمی ولا للاحمر علی الاسود الا بالتقوا. پیامبر فرمودن که عرب بر غیر عرب مقدم نیست و رنگ پوست، سفید پوست بر سیاه پوست مقدم نیست. تمام این تبعیض‌ها، نژاد پرستی، تبعیض نژادی، همه اینا از سنخ کفر و شرکه. حضرت رضا فرمود، پیامبر فرمودن تنها چیزی که امتیاز برای یک انسان تقواست. هر کس آدمتر، انسانتر، تقواش بیش با تقواتر است. یعنی بر خشم خودش، بر شهوت خودش مسلط، عادل، اخلاقی است، او فضیلت داره و بالاتره. اونایی که ظلم نمی کنن، ربا نمی خورن، دروغ نمیگن، فحشا و گناه نمی کنن، ظلم به دیگران نمی کنن، اونها بالاترند. اونایی که گرفتار این مسائلن اونا پایینن. یه وقتی 2 نفر از اصحاب پیامبر آمدن خدمت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب که خلیفه بود. به ایشون گفتن که ما زحمت کشیدیم برای اسلام بیشتر، سهم ما رو از بیت المال بیشتر بده. گفتن ما سابقه بیشتری داریم، از خیلی ها زودتر مسلمان شدیم، زحمت کشیدیم، به پیغمبر نزدیک بودیم، خب ما که با بقیه نباید مساوی باشیم، سهم ما رو از بیت المال بیشتر بده. حضرت امیر پرسید که سابقه شما بیشتره یا من؟ من نخستین مسلمانم. شما به پیامبر نزدیکتر بودید یا من؟ شما بیشتر جنگیدید و جهاد کردید یا من؟ من بیشتر رنج بردم و مصیبت کشیدم در راه اسلام یا شما؟ هر دو گفتن که شما، کسی با تو قابل مقایسه نیست، تو از همه جلوتری. بعد علی گفت که ما انا و اجیری هذا الا بمنزلة واحده، من و این کارگرم در یک حد و مساوی هستیم و سهممون از بیت المال کاملا مساوی است. وقتی علی میگه همه با هم برابر هستیم، 3 تا جنگ بر علی تحمیل شد. جمل، صفین، نهروان، 3 تا جنگ علیه ایشون کردن تا حکومتش رو سرنگون کنن و آخرم ایشون رو ترور کردن و شهید شد. حضرت رضا سلام الله علیه میفرمان که در منطق قرآن و در منطق پیامبر اکرم انسان کالا نیست، شخص شیء نیست، هدف وسیله نیست. انسان ها بندگان خدا هستند، امانت خدا هستند و حقوق انسان ها محترم است. کسی خدمت امام رضا علیه السلام آمد، از این شیعیانی بود که فقط زیارت می آمد ولی عمل نمی کرد. آمد خدمت حضرت رضا، گفت آقا میشه یه سوالی بکنم ازتون؟ خیلی وقت میخوام این سوالو بکنم. اشتهی ان اعلم کیف انا عندک.
خیلی دلم میخواد بدونم که من به نظر شما چه جوریم، شما چه نگاهی به من دارید. میخوام ببینم چه جایگاهی دارم در نظر شما. کیف انا عندک، حضرت رضا فرمودن انظر کیف انا عندک، ببین من پیش تو چه جایگاهی دارم، تو هم همون جایگاه رو پیش من داری. تو فقط در حد تعارف به من علاقه داری، تو که اطاعت نمی‌کنی. من پیش تو اینقدر ارزش دارم، تو هم همینقدر پیش من ارزش داری. چنانکه یه وقت کسی از امام علیه السلام پرسید خدا منو دوست داره؟ چقدر خدا منو دوست داره؟ امام فرمودن همون مقدار که تو خدا رو دوست داری. فرمودن که نسبت به مال فقرا و محرومین حساس باشید. خداوند در مورد فقرا حساسه. در مورد حقوق کودکان حساس باشید. خداوند در مورد حقوق کودک به خصوص یتیم حساسه. فرمود اینقدر ساده با این مسائل برخورد نکنید. حضرت رضا فرمود کسی که مال یتیم رو میخوره یا حقوق یک کودکی رو یا یک خانواده فقیری رو ضایع میکنه، فکأنه قد قتله، انگار اونا رو کشته. نگو فقط پولشو خوردن، کشتیشون. سیره الی الفقر و الفاقه، هر کس باعث بشه کسی دیگری یا یک خانواده‌ای یا یک ملتی فقیر بشود، او را ترور کرده، او رو کشته، اعدامش کرده. و فرمودن که حتی کسانی که مسلمان نیستند ولی نیازمندند، از شما کمک میخوان، به اونها کمک کنید. کسی از یاران حضرت رضا آمد خدمت ایشون به نام زکریا ابن آدم، گفت از حضرت رضا سوال کردم آقا یک غیر مسلمانی خیلی فقیر بود، این نمیتونست بچه‌شو جمع کنه، بچه هاشو، آمد پیش ما گفت این بچه من برده شما باشه، این مال شما، برده شما، ولی سیرش کنید. بچه‌شو آمد به ما بفروشه. اینجور وقتا چی کار باید بکنیم؟ رجل من اهل الذمه، یعنی مسلمان نبود، تو جامعه اسلامی، اصابهم جوع، فقیر و گرسنه بود، فاتی رجل بولد الله، فرزندش آورد پیش ما، قال هذا لک، این بچه ما مال شما، برده شما، هر کار میخواید بکنید، فقط سیرش کنید. اطعمه و هو لک عبد، این برده شما باشد. فرمودن این چه حرفیش میزنی؟ لا یبتاع حر، انسان آزاده. تو به خاطر یک گرسنه، کسی گرسنه است، به خاطر که سیرش بکنی باید بردش کنی؟ وظیفه شرعی توست، انسانی که گرسنه است باید سیرش کنی، حق نداری از کنارش عبور کنی. حق ندارید کسی را به بهای سیر کردنش و تأمین اقتصادش بردش کنید. فانه لا یصلح لک، نه تو حق داری چنین کاری بکنی به عنوان مسلمان. ولا یصلح من اهل الذمه، نه اون غیر مسلمان چنین حقی داره که بیاد بچه‌شو تبدیل کنه به برده و تن به اسارت بده. دو تا درس بگیریم حداقل. اون حدیثی که فرمود عرب و عجم و نژاد و رنگ پوست و اینا هیچ ترجیحی نداره، بفهمیم اینایی که بین مسلمانان اختلافات نژادی قومی میگذارن، اون میگه عربا، ما عربا بهتریم، اون میگه فارسا، اون میگه ترکا، اون یکی میگه نمیدونم فلان، اینها شرک. پان عربیزم، پان فارسیزم، پان ترکیزم، اینها همه شرکه. ما پان اسلامیزم داریم و پان انسانیزم داریم. پان اسماعیزم، انسان بندگان خدا همه برادر و خواهرند. انما المؤمنون اخوه، قرآن میفرماد مؤمنین همه برادر و خواهرند. میدونین چرا مسلمین به ذلت افتادن؟ برای که عرب و فارس و ترک و افغانستان و هندی و مالزی و آفریقایی مسلمان رو همه رو از هم جدا کردن. گفتن تو مسلمان نیستی، تو فارسی ایرانی، تو مسلمان نیستی، تو ترکی، تو مسلمان نیستی، تو کردی. بعد بین مسلمان ها باز گفتن تو شیعه‌ای، او سنیه، او علویه، او زیدیه، او حنفیه، او شافعیه، او حنبلیه، همدیگر رو بکشید. بعد کفار آمدن بر همه ما مسلط شدن. استعمار آمد همه ما رو به جان هم انداخت و مسلط شد. میگن کسی را به خاطر گرسنگی و فقر استعمار و استثمار نکنید، به بردگی و به زنجیر نکشید. ثروتمندان از فقر فقرا سوء استفاده نکنن، فقرا رو برده خودشون نکنن. و شما ملت‌های مسلمان به خاطر شکم تن به بردگی دشمنان ندید. حقتون رو از ظالمین دنیا، از مستکبران جهان بگیرید، نه اینکه به خاطر
گرسنگی تن به بردگی بدید. یک نکته هم در مورد خانواده، اینم چون همه آقایون خانوما هستن، فرمودن که خانواده مسلمان خانواده است که بین مرد و زن و فرزندانشون عشق در خانواده حکومت کند، نه قدرت. فرمود که وقتی مرد به زنش و فرزندانش عاشقانه نگاه میکنه این عبادته. وقتی زن به شوهرش و فرزندانش با محبت و عاشقانه نگاه میکنه و حرف میزنه این عبادته. نگاه با محبت پدر و مادر به فرزندانشون عبادت خداست. پدر و مادر به فرزند و همینطور نگاه عاشقانه و محترمانه فرزند به پدر و مادر، اینا همه عبادت خداست. فرمود مردی که عرق میریزه زحمت میکشه تا خانواده‌اش رو تأمین کنه مجاهد راه خداست، و زنی که به شوهرش و فرزندانش خدمت میکنه و با محبت این زن مجاهد راه خداست. فرمودن چه در خانواده، چه در بازار، چه در هر جایی، خودتون رو جای طرف مقابل بگذارید، ببینید اگر این حرف رو بهش بزنی، اگه تو به جای او بودی ناراحت می شدی یا نه؟ اگر می بینی ناراحت می شدی تو هم چنین سخن نگو و اون کارو نکن. خودتو به جای دیگران بگذار، بعد یک عملی رو انجام بده. هرچه که تو از او بدت میاد بقیه هم بدشون میاد. اگر چیزی رو تو نمیخوای با تو اونجوری رفتار کن، اونطور رفتار کنن، تو هم حق نداری با دیگران اونطور رفتار کنی. فرمودن هر چه که دوست نداری به تو بگن تو هم به دیگران نگو. هر جوری که دوست داری با تو رفتار کنن تو با دیگران همونطور رفتار کن. حتی در روابط زن و شوهری. یکی از شیعیان آمد دید امام رضا محاسنشون و موهاشون رو رنگ کردن و لباس زیبا و فلان اینا. گفت آقا شما هم بله، شما هم اهل این کارایید. حضرت رضا فرمودن که مگر شما اهل این کارا نیستی؟ تو چطور توقع داری همسر تو خودش رو برای تو زیبا کنه، آرایش کنه، مرتب باشه، ولی زن تو چون این حقی نداره؟ همونطور که تو میخوای زنت جذاب و زیبا باشه، همسر تو هم همچین حقی داره. بنابراین منطق اسلام و منطق شیعه اهل بیت همه جا عدالت. عدالت در خانه، عدالت در بازار، عدالت در حکومت، عدالت در معنویت، هر نوع گفتگوی اجتماعی. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر نکته‌ای، سوالی، فرمایشی دارید بفرمایید. یعنی که تو محل ما رفقا، من که خواستم ایران بیام به من گفتن که شما که میرید اونجا میرید ضریح را میبوسید و اینا زیارت میکنید، این شرکه که شما دارید انجام میدید. حالا چه جوابی به آنها؟ ببینید شرک یعنی کسی را شریک خداوند دانستن. اگر همین الان من معتقد باشم که فرشته ها شریک خدا هستن من مشرکم. اگر معتقد باشم امام رضا یا خود پیغمبر شریک خدا هستن من مشرکم. بنابراین حتی اگر ذریح رو نبوسی ولی این اعتقاد داشته باشی مشرکی. اما اگر عقیده داشته باشی که پیامبر و اهل بیت امام رضا بندگان خدا هستن نه شریک خدا، اون وقت شما موحدید. مگر بوسیدن به معنای عبادت کردنه؟ شما دست پدرتو میبوسی مشرکی؟ اگر شما دست مادرتو ببوسی مشرکی؟ اینا احترام است نه عبادت. در زمان خود پیامبر اصحاب پیامبر رو میبوسیدن، بعد از پیغمبر منبر پیغمبر رو میبوسیدن. پیغمبر وضو که میگرفت این آب وضو قطراتشو اصحاب برای تبرک میقاپیدن از هم. پس اون اصحاب هم همه مشرک بودن. شرک یعنی بگی امام رضا اهل بیت مستقل از خدا و جدا از خدا، اینا خدای ما هستن، ما اینا رو میپرستیم، این شرک. بگی علی خداست، شرک. همونطور که میگن مسیح خداست، پسر خداست، این شرکه. اما اگر معتقد باشی خداوند در ربوبیت و الوهیت هیچ شریکی نداره، ولی شما این پیامبر و اهل بیت رو بندگان خاص خدا هن، اینا رو به خاطر خدا دوست داری، به خاطر خدا میری به زیارتشون، به خاطر خدا میبوسی، این شرک نیست، این عبادت امام رضا نیست، این احترام به بندگان خاص خدا و اولیاء خداست. این حرف وهابی هاست، حتی حرف سنی ها هم نیست. سنی ها در اغلب جهان اسلام محب اهل بیتن و اهل زیارتن، ولی وهابی ها که آمدن، محمد ابن عبدالوهاب گفت که هر کس
سفر کنه به قصد زیارت قبر پیغمبر، اون مشرک. این حرف خلاف اسلامه و خود علماء سنی محمد ابن عبدالوهاب رو تکفیر کردن، گفتن این خودش مشرک و منحرفه. شما به او دوستت بگو اگر از اینجا میریم Medine ziyaret peygamber این şirke. O arkadaş ki sen buradan ki Medine'ye peygamberi ziyaret etmeye gidiyorsan bu yolculuğun şirk mi? Ki? میگه من گفتم ایشون گفته که بله شرک. خیلی خوب. پس اگر پیغمبر زنده باشه بری زیارت پیغمبر که زنده است او هم şirke. Peygamber eğer yaşıyor olsaydı ve onun ziyaretine gitseydin bu şirk olur muydu? Ha? بله. میگم بهش. اگر اونم شرکه، یعنی اگر کسی بره خود پیغمبر که زنده است بره زیارت پیغمبر اینم شرکه، تمام اصحاب پیغمبر که رفتن زیارت پیغمبر همه مشرک بودن. زیارت احترام است، احترام به بنده خاص خدا به خاطر خدا، نه که ما بریم بگیم امام رضا خداست. این که بله شرکه. در روایات اهل سنت هم داریم که هر کس علی و فاطمه و حسن و حسین را و اهل بیت مرا دوست دارد مرا و خدا را دوست داره. هر kes اهل بیت مرا دوست ندارد خدا با او düşman است. Evet, başka soru? İmam Rıza yolunda zahmet çekerek yol gelmek, bazı sorunlara düşer olmak günahtan mıdır yoksa makamın yükselmesinden midir? Kesani ki برای زیارت İmam Rıza میان تورا زحمت میکشن، دچار زحمت میشن. این به خاطر گناهه یا اینکه به خاطر اینکه مقامش بالا میره؟ به خاطر اینکه مقامش بالا بره. هر کار خوبی زحمت داره و هر کاری که برای یک عمل صالح زحمت بکشید پاداش الهی داره. شما روزه میگیری به زحمت میفتی، خب پاداش داری. خب سوال کنم دوستان. Arkadaki bacı ona celit mi verek? Buyur. اولا سلام عرض میکنم خدمت شما. سلام علیکم. شما بگید من برای ایشون ترجمه کنم. خیلی خوشحال هستیم از این نشست خوب. من یه سوال داشتم. شما فرمودین که وقتی نصیحت میکنیم دو نوع هست. یکی اینه که به خوبی نصیحت کنیم و طرف نرنجه و تاثیر خوبی بذاره. یکیش اینه که ما نصیحت کنیم و طرف ناراحت بشه، شاید هم زده بشه. میخوام بپرسم که گاهی وقتا ما وقتی نصیحت میکنیم نباید انتظار داشتیم همون اول نتیجه رو بگیریم، یا مثلا نباید انتظار داشتیم که فقط با نصیحت ما نتیجه بده. پس این نصیحت باید تکرار بشه و به مرور زمان تاثیر خودش رو بذاره. ولی اینم باعث میشه که به قول خودشون این عمل ما اونا رو ناراحت کنه یا مثلا یه جوری جبهه بگیرن به ما و طبیعتا خب به قول خودشون میرنجن یا ناراحت میشن. آیا تو این اتفاق ما باید دست از امر به معروف برداریم و اینکه کار ما درسته و ادامه بدیم؟ و اینکه آیا ما از کجا باید متوجه بشیم چون اونا ناراحت شدن لیسان ما یا روش ما اشتباه بوده یا نه اشتباه از ما نه؟ خب خیلی سوال مهمه بود. یکیش این بود که ما باید نصیحت رو اینقدر ادامه بدیم تا اثر کنه، ولی او که طرف ممکنه ناراحت شه. یعنی نه ادامه بدیم تا نتیجه بگیریم ولی خب ممکنه اون ناراحت شه. درسته؟ بله. دومم این که ما از کجا بفهمیم که آیا روش ما درست نبوده یا پاسخ او نادرست بوده. دو تا سوال بسیار مهمیه. ببینید اینا تو مسئله امر به معروف نهی از منکر یعنی بله اینجا اصلا مطرحه. میگن مراحل و مراتب داره. باید وقتی با کسی رو میخوایم نصیحتش بکنیم مثلا اصلاح بکنیم، اولا دشمن او احساس نکنه من دشمنشم، باید احساس کنه من میخوام بهش کمک کنم، من برادرشم، خواهرشم، نمیخوام بهش توهین کنم. این یک، یعنی او بفهمه که ما حسن نیت داریم. بعد همین حکمت و موعظه حسنه هر دوشو، یعنی هم درست حرف بزنیم هم حرف درست بزنیم، هم حرف خوب بزنیم هم خوب حرف بزنیم، که ما معمولا ضعف داریم توی قضایا. حالا آمدیم و ما همه این کارا رو رعایت کردیم، اثر فوری نگذاشت. خب بله باید تکرار بشه. پیغمبران سالها و سالها تکرار کردن به شیوه های مختلف، گاهی هدیه آوردن، محبت کردن، گاهی اخم کردن، به شیوه ها تا کم کم اثر کرد. اما روی یک عده‌ای هر کاری هم بکنی اثر نمیکنه. خب دیگه شما وقتی میبینی اثر نمیکنه دیگه وظیفه ای نداری در مورد او
احتمال تأثیر وقتی نمیدی، هرچی به من میگی من میفهمم چی میگی، شما هم درست میگی، ولی من نمیخوام اصلاح بشم دیگه، شما در مورد من وظیفه‌ای نداری، مگر اون شخص خودش که فاسده ای چی میخواد جامعه رو فاسد کنه. اگر میبینید با کسی کار نداره، خودش هم اصلاح نشد، رهاش کن، رابطت هم مثلا باش قطع کن دیگه، چون این اصلاح پذیر نیست. اما اگر میبینی که میخواد دیگران رو فاسد کنه، خودش مثلا فساد داره، میخواد یک عده دیگه هم با خودش منحرف و فاسد کنه، اینجا وظیفه دوم پیدا میشه که باید جلوش بایستی و ولو برنجه و ناراحت بشه باید باش درگیر شیم دیگه، باید جلوش بایستی. اینا فرق میکنه. اگه اولاد باشه چیه؟ من نمیشه قطع رابطه کرد آخه. این موقع میگه اگر بچه خود آدم باشه چیکار کنیم؟ با فرزند خودمون چون مسئولیت خاصی داریم، با فرزندمون باید تا میتونیم مدارا کنیم، مگری که دیگه همه خط قرمزا رو رد کنه. اون وقت اگه ای شد میشه مثل پسر نوح و مثل زن حضرت لوط. اصلا من این سوال رو باز دیگه این لیس من اهلک، دیگه خدا فرمود این دیگه جزو خانوادت نیست. منتها اینا هم استثناءن، اغلب موارد اینطور نیست. قرآن میفرماد که مسلمانایی که از مکه می آمدن مدینه، بعضیا مثلا خانوادهشون زن و بچهشون تو مکه میموندن جزو مشرکین، بعد هی اذیت میکردن اینا رو که ما رو ول کردی رفتی اونجا برگرد فلان. اینا عصبانی میشد، مثلا واکنش تند میخواست نشون بده. آیه نازل شد که به پیامبر فرمودن که به این مسلمان‌ها بگو حتی اگر زن و بچه‌تون با شما بعضیاشون دشمن شدن، شما اولا که فحذرهم، احتیاط کن، عاقلانه برخورد کن و دقیق باش، مراقب باش. اما در عین حال فلیعفوا ولیصفحوا ولیغفروا، یعنی عفوشون کن، ندیده بگیر، تا میتونی ببخش و فراموش کن. اینا ضعیفن این کارو بکنن. یه وقت ضعیف طرف، دقت میکنید ایمانش کم و ضعیفه، قرآن میفرماید اینا رو تحمل کنید، مدارا کنید تا بعدن شاید درست شه، اما اطاعتشون نکن. حتی راجع به پدر مادر میگه پدر مادرت اگر مشرکه توهین نگو، اما اطاعتش هم نکن. دستور باطل میده، اطاعت نکن، بگو چشم ولی عمل نکن، بد صحبت نکن باشون. اما اگر داره میره طرف دشمن، یعنی میجنگه با حق، وقت اونجا شما میجنگی باش. اون دیگه بله. این ترکیه شما با ترکای ما زبانش چقدر فرق میکنه؟ چه بگم تقریبا، یعنی ترکای ما زبان شما رو میفهمن، متوجه میشن؟ بعضی چیزا رو خیر. شما هم زبان ترکای ما رو متوجه؟ بعضی چیزا رو خیر. ولی 30% فرق داره، یه 30% فرق داره. یعنی بعد با ترکای آذربایجان یکی ترکیتون؟ ترک آذربایجان، ترکی استانبولی با ترک آذربایجان فرق می‌کنه. ولی می‌تونید مثلا متوجه بشید. بعضیا غلیظ صحبت میکنن که اینجا برای من نوشتن که شامتون دیر میشه، اگر بخوایم بحث علمی بکنین امشب گشنه میمونین. diyor ki yazmışlar ki akşam yemeğiniz gecikiyor. Eğer ilmi tartışma yapacaksak, ilmi konuşma olacaksa aç kalacaksınız. من مشکلی ندارم، 2 ساعتم میشینم، ولی امشب گشنه اگر بمونین منو نفرین نکنین. Benim sorunum yok, sıkıntım yok ama siz aç kalırsanız bana beddua etmeyin yani. Sizi aç bıraktım diye. Sen خواستید پیروان آخر سوال تا ایدراکی دستمون شما زدید دوستان سوال کردن صاحب باشه خانم ها این پسره هم میخواد سوال بکنه. خب بعد آقا 2 تا سوال بگید فقط جواب مختصر بدین. بس دو تا سوال بگید سریع. اینجا این دوستان که تو هستن تو این هتل هستن، ولی اونایی که اگر هستن یه هتل دیگه هستن که باید برن هتل. من خودم باید برم یک جای خونه دیگه. دوستانی که جلو هستن میتونن اینا بمونن. خیلی. استاد میگم اگه اجازه بدید دوستانی که تو این هتل هستن بمونن، ما بقیه برسن. خب اونایی که میخوان برن اول 2 تا سوال بکنن برن. ولی این سوال که دادن مال اوناست؟ بله مال اوناست. خب بگید. حضرت معصومه و امام رضا علیه السلام اون مساجدی که قبور متبرکه اونها در اونجا هستن خیلی مزین شده، در حالی که خب اینا خیلی ساده و متواضع بودن. این خود امام ها خواستن نه سوال میکنن که این که حرم اهل بیت رو اینقدر بهش رسیدن، آیا خود ائمه گفتن به مزار و حرم ما اینقدر برسید یا نه؟
نه از اهل بیت و از پیامبر اکرم توصیه‌ای نشده که مزار ما زینت کنید و اینها. این رو نگفتن، گفتن زیارت بکنید و این زیارت بسیار لازم و مستحبه و شما رو رشد میده، پاداش آخرت و رشد دنیا داره. اما زیور و آینه و این کارا رو مردم از او عشق و علاقه شون کردن، توصیه اهل بیت نبوده. بگید بفرم girecek olanlar buyur befendim buyurun buyurun. Hocamız konuşmasında erkeğin ailesinin geçimi sağlamasının cihat olduğunu dedi. Evet. Fakat bayan peki ailesinin geçimi sağlayan bayanlar da var. O da öğrenmek istiyor. Peki o ne yapıyor? Evet. Niye ki? Bir de bayanların dil uzatmanı, iffetlerine, dil uzatmanın hükmünün ne olduğunu öğrenmek istiyor. Hükmü günahtır da büyük günahtır belli. Evet. این سوال رو دارن که مرد برای تأمین معاش خانواده که زحمت میکشه این را به عنوان جهاد تعریف کردید. ولی زن اگه کار بکنه تو معاش خانواده را برات بگیره اینم گفتیم اینم جهاده. نه خدمات نه تأمین معاش اونم جهاده. بله. Diyor o da aynı şekilde cihattır. Kadının hizmet çalışıp evi geçindirmeye çalışması da yine aynı şekilde cihattır. Suali دوم شما اینه که حرف درباره عفت زن زدن یعنی در این مورد یعنی زیر سوال بردن گناهش چیه؟ یعنی متهم کردن بله. قرآن میفرماد اگر کسی زنی را متهم کند به اتهام جنسی، یعنی بگه که این زن خراب فاسده، اون شخصی که این حرف رو زده 80 ضربه شلاق باید بخوره. هر کسی که زنی را متهم کنه به اینکه این زن فاسده و بعد نتونه 4 شاهد عادل بیاره که دقیق همه یک جور شهادت بدن، خود اون شاهدها و اون کسی که اتهام زده شلاق میخورن. یعنی اگر به زنی تهمت جنسی زدی باید ثابت کنی، اگر اثبات نکنی خودت مجرم و متهم و گناهکار. خب برین شام تموم شد، برین دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. yemek bitmeden شما بفرمایید. Evet. Birini sana hakaret eder, o da öyle gider, ondan sonra onu helal etmezsen nasıl olur? Yaşlı. Hakkını alırsın da öbür taraftan. Eğer kesi bir şuma رو تحقیر بکنه بعد بمیره بره، اگه حلالش نکنی چی میشه؟ حلالش نکنی، اگه حلالش نکنی خب او اذیت میشه، ولی اگر حلالش کنی خدا به تو پاداش میده. ببخشش، هر کی اذیتت کرده ببخشش. روایت داریم اگر کسی را ببخشید خدا گناهان شما رو میبخشه. Affetmek güzel. Efendim. Şunun sırasıydı. Befendim buyurun. Selamun aleyküm. Hocam şimdi biz mesela ziyaretlerimiz sırasında Hazreti Muhammed'e İmam Rıza'da hacetlerimizi dile getiriyoruz. Tevessül duasını da aynı şekilde dile getiriyoruz. Ama Fatiha suresi 5. ayette diyor ki yalnızca senden yardım ederiz. Burada bir tezatlık yok mu? Evet. میگه که ما کم کم دارم یاد میگیرم ترکیه. چه خوب. دارم حدس میزنم. ما در دعای توسل ائمه اطهار توسل میکنیم معصومی، اینجا هم که میاییم توسل میکنیم و دعا میکنیم، ولی در سوره فاتحه میگیم که و ایاک نستعین، فقط از تو کمک میگیریم. این تناقض نداره؟ نه. ببینید توسل اگر به این معنا باشه که ما از پیغمبر و از امام رضا کمک میخوایم کاری به خدا نداریم، این شرک. شفاعت اگر بگید که پیغمبر ما رو شفاعت کن، به خدا کاری نداریم، تو ما رو شفاعت کن، این شرک. قرآن میفرماد که کی میتونه شفاعت کنه پیش خدا الا به اذنه. یعنی چی؟ یعنی شفاعت و توسل بدون اذن خدا شرکه، اما با اذن خداوند شرک نیست. شما وقتی به پیغمبر متوسل میشی یا به اهل بیت نمیگی که تو به من کمک کن، خدا رو ولش کن، تو به من کمک کن. ما داریم میگیم تو دعای توسل میگیم توسل تو بک الی الله، نمیگیم توسل تو الیک، نمیگیم یا امام رضا یا پیغمبر انبیا ما برای تو متوسل، یعنی هدف ما تویی. ما میگیم با وساطت اولیاء تو، بندگان خاص تو،
به خاطر آبرو و احترام اونها تو ما رو ببخش. اگر شما پدرت باید قهر کنه و محلت نذاره، هر چی میری پیشش پدرت نبخشد، بعد شما میری یک کسی رو که مثلا عمو تو برمیداری، مادر تو برمیداری، با مادرت میای پیش پدرت که مادر وساطت کنه، پیش پدرت احترام داره، پدرت به خاطر مادرت تو رو ببخشه. اینجا پدرت بخشیدت، اینجا شما کسی را که محترم پیش او بیکار. ما میگیم خدایا پیامبر تو عزیزترین و نزدیکترین کس برای توست، ما گناهکاریم، ما خودمون ارزش نداریم، اما به خاطر پیغمبرت تو ما رو ببخش، نه ای که پیغمبر ما رو ببخشه، تو ما رو ببخش. پس بازم ایاک نستعینه، یعنی خدایا همه چیز دست توست، اما من لیاقت ندارم، به خاطر این بنده خاصت منو ببخش. بله اگر به پیغمبر به اهل بیت بگی که ما با خدا کار نداریم، شما ما رو ببخشید، این şirk. Ustadım buraya kadar yolculuğunuz geldiniz. Sizlere teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bir sorum olacak. Bir esnaf bir malı aldığında satarken yüzde kaç İslam dininde imamlarımız bize ne kadar arttırmış ki yüzde kaç arttırıp satabilirsiniz? Bunu dışına çıkarsanız doğru bir şey değil diye tanış olur. یا اول اینکه خیلی خوش آمدید، زحمت کشیدید، تشکر میکنیم شما که تشریف آوردید. شما خوش آمدید اینجا. siz hoş geldiniz. سوالی دارم، میخوام بپرسم که یک تاجری اگر یک چیزی بخرد و بخواد بفروشد چند درصد بخواد میتوند سود بذارد؟ ائمه اطهار چه میزانی فرمودن، چه معیاری فرمودن که چند درصدش جایز است و اضافه از اون جایز نیست؟ ببینید یک درصدی که برای همه دورانها و همه جا یکسان باشه نگفتن، بستگی داره به شرایط و عرف اون جامعه. یعنی مثلا امام صادق یک کارگزاری داشتن، پول دادن بهش بره تجارت کنه، این از مدینه رفت مصر تجارت کرد، چند ماه بعد برگشت ولی خیلی سود آورده بود، سود زیادی. امام صادق فرمودن چرا اینقدر سود آوردی؟ گفت که آخه ما رفتیم اونجا شانس آوردیم و این جنس تو اون شهر کم بود، ما زودتر رفتیم تو شهر ببینیم تو بازار چی جنسی کمه، اینا رو یک کمی نگه داشتیم و چونه زدیم و اینا گرونتر خرید فروختیم، لذا سود ما این دفعه شده 2 برابر 3 برابر. امام صادق فرمودن که مگر تا هر چی که بتونی سود بکنی باید بکنی، مگر به هر قیمتی که مجبورن بخرن تو هم باید بفروشی. تو هر شهری تو بازار او کار خود شما میفهمی داری گران فروشی میکنه یا نه، خودت میفهمی اینو. چقدر زحمت کشیدی، به اندازه که زحمت کشیدی بردار. ممکنه یک کالایی 5% سود بسش باشه، یک کاری ممکنه 10% باشه، اما دیگه 50% نباید باشه دیگه. یعنی بگی من اینو احتکار میکنم تو بازار نمیارم تا گرون شه بعد بفروشم، این غلطه. امام صادق به اون کارگرشون فرمودن که این سودی که آوردی من نمیخوام و بر نمیدارم، اصل پول منو بهم برگردون، من دست به این سود نمیزنم چون این سود درست نیست. یک چیزی هم بدونین، روایت داریم از اهل بیت، اینایی که دنبال پول حرام میرن، پول زور، به هر قیمتی میخوان پولدار بشن، بدانن که اون پول براشون خیر و برکت نمیاره. یه مشکلاتی تو زندگیشون میاد خودشون نمیفهمن از کجا خوردن، او پول خرج او کارا میشه. ما اینجا اصطلاح داریم میگن خوردش نمیشه به خوردش نمیره، یعنی پول میاد تو حساب بانکیت اما رزق تو نیست، از گلوت پایین نمیره بالا میاری. یه مرتبه میبینی این پول رو دزدیدی، از اون طرف میبینی بچت محتاج شد، فلان کار رو میکنی، یه مرتبه کارخونت آتیش میگیره، این کار رو میکنی، یه مرتبه فلان میشه. البته نمیخوام بگم هر کس هر حادثه‌ای براش پیش میاد این به خاطر این که دزدی کرده یا گناه کرده، نه، بعضی از مصیبت‌ها امتحان، مشکلات، مسائل دیگه است. اما از این طرفش هست که فرمودن مال حرام تو زندگیتون میارید، برای خودتون مشکلاتی درست میکنید که بعد میفهمید. طرف فقیر، خانواده‌اش خوشن با هم، میلیاردر میشه، بعد بچهش میره معتاد میشه، خانومش میره رابطه نامشروع برقرار میکنه، خودش فاسد میشه. اینا این پول برکت نیاورد برات که. 2 تا حدیث بگم عرضمو ختم میکنم. یک، فرمودن که روزی شما برای شما تضمین شده از راه حلال،
به خداوند اعتماد نداری، دنبال مال مفتی، میری همون رو به دست میاری نه بیشتر، منتها از راه حرام. و فرمودن که تقریبا هر گرفتاری که براتون پیش میاد تقریبا همه اینا مقصر خودتون. یعنی یک جایی ظلمی، گناهی، کاری میکنید، بعد یه جای دیگه میخوری و نمیفهمی از کجا خوردی، ولی اغلب اینا خودتون برای خودتون مشکل درست میکنید. چنان که روایت داریم فرمودن اغلب مرگهای شما به خاطر عجله قطعیتون نیست، به خاطر سبک زندگیتون، گناهاتون، ظلماتون، بیعقلیاتون ایناست. اغلبش به عجله طبیعی نیست. خب دیگه مزاحمتون نمیشم، ما رو دعا کنین. Daha fazla vaktinizi almayacağım. Bizim için dua edin diyor. اموات خودتون رو که دعا میکنید، اموات ما رو و مخصوصا مرحوم پدر ما رو که استاد ما بود اخیراً فوت کردن، دعا بفرمایید همه رو و فاتحه بخوانید با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشالله ما سفر بعد ما بیام ترکیه مهمان شما بشیم. انشالله انشالله.